خدمتتون. سمیرای عزیز میخوان نکته ای رو. صحبت من فکر کنم همراه شد با صحبت آقای احسان، به خاطر اینکه میخواستم به این نکته اشاره کنم که یه جایی توی فیلم متوجه نمیشه که جوکر بیماره یا نه، به خاطر اینکه خنده ها رو وقتی استفاده میکنه اونجا که میخواد بره با رئیس صحبت کنه میکنه، یعنی با میاد بیرون یهو تو راه رو ساکت میشه. خب این یه کنترلی میخواد. بعد یه جا دوباره اونجا که توی قطار میخواد به اون زن کمک کنه، در مقابل 3 نفر قرار داره و بی‌دفاعه. من اونجا هم احساس کردم که داره از این ترفند خنده برای حواس پرتی استفاده میکنه، یعنی اونجا هم احساس نکردم که بیماره. یا جاهای مختلف اینو میبینی. بعد یه جایی هم خودش اعتراض میکنه وقتی که متوجه میشه که مادرش این کارها رو باشه انجام داده و میگه که این شخصیت منه، این بیماری من نیست و من کی میگه من بیمارم. اینو حالا همزمان شد با گفتگوی آقای عباسی، گفتم که دیگه همزمان شد و استفاده هم کردم از صحبت آقای عباسی. مرسی، واقعا خیلی نکته خوبی بود. من دقیقا لیست جاهایی که خنده های هیستریک اتفاق میفته، خنده های مصنوعی اتفاق میفته، خنده های واقعی اتفاق میفته رو جدا کردم، در آوردم که چه لحظاتیه که این فرد واقعا هیستریک داره میخنده، چه لحظاتی مصنوعی داره میخنده و چه لحظاتی واقعا لبخند تلخ یا اون طنز تلخ رو داره با ما نشون میده. مرسی، تمایزهای خیلی جالبی بود. آقای جهانگیری نکته ای رو می‌خواستین بگین؟ زینب دست بلند کرده، بعدش من صحبت. آها، من فکر میکردم که زینب جان دستشون از مرحله قبلی همچنان بالا مونده، چون اصلا هضم نشد اون دکمه. میشنویم زینب جان، بفرمایید. ببخشید، میخواستم در واقع به این نکته هم اشاره بکنم که در طول فیلم یه جمله‌ای هست، حالا نمیدونم شما هم شنیدینش یا نه، ولی میگن که هیچ وقت با قهرمانات روبرو نشو، هیچ وقت قهرماناتون از نزدیک باهاشون آشنا نشو، چون که تصوراتی که تو از اون کاراکتر ساختی برای خودت، اون قهرمانی که توی ذهن توه، فقط جاش توی ذهن توه. در واقعیت ممکنه یه چیز کاملا متفاوت باشه و این اتفاقی بود که برای جوکر و در واقع آرتور برای اون افتاد. و یه نکته هم میخواستم بهش اشاره بکنم، الان خیلی به اون صحنه قتلی که حالا توی قطار اتفاق میفته اشاره شد، قتل اول، چون اگه خاطرتون باشه توی پلیس هم بد میفتن دنبالش، تو قطار دارید میباره. ولی اونجا که عزیزان گفتن میخواست به خانومه کمک کنه، به نظر من جوکر قصدش کمک کردن نبود، قصدش کمک نبود ولی ناخواسته انجام شد، حالا به یه صورتی. و حتی بعدم ما متوجه شدیم که جوکر اصلا نمیدونست اون 3 تا کارمند برای کی کار میکنن. بعد فهمید که اینا مال مثلا شرکت تامس وینه و حالا که مثلا اینا رو کشته یه حالت انقلابی صورت گرفته و مثلا همه اینا رو یه حرکت در واقع انقلابی تعریفش میکنن. و حالا چیزی که میخوام بهش برسم اینه که آرتور وقتی که خودش بود، وقتی آرتور بود، ساید آرتورش در واقع فعال بود، چون جوکر هم به هر حال یکی از شخصیتاشه. وقتی که آرتور بود سعی کرد با کمدین بودن خودش رو، صداش رو برسونه، سعی کرد با ایفا کردن یه نقش پسر خوب خانواده صدای خودش رو به مادرش برسونه و عشقی از طرف اون دریافت بکنه. سعی کرد با بامزه بودن و مهربون بودن عشقی از طرف اون همسایه دریافت بکنه و به هر حال وارد رابطه بشه یا هر چی. سعی کردش که یه کمدین فعال مثلا کار بلد باشه، ولی در هیچ کدوم از این موقعیت ها صداش شنیده نشد در واقع، تا موقعی که ناخواسته یه انقلابی رو شروع کرد و دید من با قتل انجام دادن و کمک کردن که نمیشه گفت، ولی با در واقع انجام دادن یه کاری که خارج از عرف جامعه است، قتل، میتونم صدای خودم رو برسونم به بقیه. حس میکنم این باعث شد که بعداً توی برنامه موری هم که دعوت شده بود، وقتی که عصبی شد اون جوک رو در لحظه بسازه و در نهایت ختم بشه به اینکه موری هم توی برنامه خودش به قتل برسه. از این بابتی که به نظرم جوکر دنبال کمک کردن نبود، دنبال این بود که شنیده بشه.
منتظر مخالفتاتون هستم. سمیرای عزیز میشنویم. یه سکانسی داره توی قطار، نگاه زن مسترسله، یعنی داره به جوکر نگاه میکنه و اون نگاه پر از التماسه که یه کاری بکن. از روی اون نگاه شاید بشه این برداشت رو کرد که جوکر یه لحظه حالا این راه حل به ذهنش رسیده. من بر اساس این نگاه همچین نظری رو حالا به ذهنم رسید گفتم. بله، من هم تقریبا همچین حالتی داشت، نه که این ترفند رو به عنوان چیز ایجاد کرده باشه، مثلا انگار که برای من یک بخشی از خنده های هیستریک آرتور لحظات درماندگیش بود که واقعا، و موقعی که توی اون حالت درمانده اون زن مورد تجاوز و تعرض در مترو قرار گرفت، اون خنده هیستریک اونجا انگار بهش دست داد و اون فرصتی شد برای هر دو طرف و اولین قتل اتفاق افتاد. من یک سوالی رو اوایل جلسه مطرح کردم در رابطه با اینکه این آرتور همه عمرش دچار نادیده گرفتن بود و هیچ وقت شنیده نشد. چی شد که از یه جایی به بعد شروع کرد؟ خودم اگر بخوام به این مسئله بپردازم، از یک جایی که دیده شد، از جایی که طعم دیده شدن و شنیده شدن رو دریافت کرد، با هر نادیده گرفتنی یک رفتار پرخاشگرانه انجام شد. از اون جایی که دید مردم دارن از اون قاتل دفاع میکنن، مردم دارن پشت سر اون در میان، تونست یه حرکتی انجام بده که داره دیده میشه و برگشت به اون روانشناس یا اون درمانگرش گفت من تازه دارم دیده میشم. از اونجا به بعد اگر دقت بکنید، هر رفتاری که این رو مورد نادیده گرفتن قرار میداد یک واکنش پرخاش از سمت چیز داشت و دیگه حتی میرفت سراغ برنامه ریزی کردن برای این قضیه. اگر دوستان نکته‌ای دارن اضافه کنن. من یکی دو تا صحنه خیلی جذاب توی فیلم داشتم، خیلی دوست دارم راجع به اونها هم صحبت بشه. خانم دکتر خلیلی عزیز میشنویم صحبتتون رو. در رابطه با سکانس قطار درست میگید، در واقع اون اتفاقاتی که میگید اون نگاه کمک خواهانه، ولی یه چیز دیگه به ذهن من میرسه. جوکر خیلی گارد داشت نسبت به تحقیر شدن و مسخره شدن. خب وقتی مسخره شدن اون زن رو تحقیر کرد، انگار که در اون فکنی کرد و گفت ای وای دوباره این اتفاق داره میفته و اونجا دیگه نتونست نبینه این اتفاق. و یه جایی هم که با موری داشت صحبت میکرد، دقیقا عین واژش این بود. گفت وقتی من یه آدم فقیر یا بیمار روانی کشته میشم، همه میگن فاجعه است آخش، ولی وقتی که 3 آدم پولدار کشته میشن، همه میان بالا سرش و هواخواهش میشن. خب جناب آقای جهانگیری فرمودن که چه اتفاقی میفته که با بعضیا نمیشه و بعضیا میتونیم خیلی راحت باهاشون هر کاری رو انجام بدیم. به خاطر همون قدرت هست دیگه، که با واقعا اون 3 قدرتمند بودن و همه هواخواهش بودن، به خاطر منفعت بود. در واقع آدما به نظر من خیلی موقعیتی عمل میکنن و منفعتانه برخورد میکنن. و شاید این حرف من یه ذره تلخ باشه، ولی خیلی اینطوریه. حالا نمیخوام یه پژوهشی رو اشاره بکنم. میگن که توی از دانشگاه آمریکا یه سری دانشجو امتحان داشتن، میخواستن برن امتحانشون رو بدن و توی بازه های زمانی متفاوت، یکی 1 ساعت وقت داشت، یکی 2 ساعت وقت داشت، یکی 3 ساعت وقت داشت، و سر راه و مسیرشون یه آدمی رو قرار دادن که به شدت احتیاج کمک داشت. وقتی که توی پژوهش پرسیدن خب به نظرتون کی به این آدم کمک میکنه، سوالا تقریبا این بود که خب اونی که مهربون تره، اونی که دلسوزتره، اونی که وجدانش آگاه تره. ولی وقتی نتایج رو دیدن نه، این نتایج به دست نیومد. نتیجه این بود اونی که فرصت بیشتری داشت کمک کرد، اونی که کم مونده بود امتحانش رو بده رفت سر امتحانش. پس به نظرم باید اینو بپذیریم که آدمی‌ها خیلی موقعیتی رفتار میکنن و به زبان جوکر میشه یه سری حقایق رو گفت، چون طنزه و پذیرفتنی تره تا بخوای خیلی با مقاومت کنی و عاقلانه بیای با مسئله برخورد بکنی. به نظرم حالا اینم میتونستیم اشاره بکنیم بهش و ممنون. مرسی. بله، حتما که مسائل موقعیتی خیلی تأثیر گذارن، ولی خب نتایج هر پژوهشی میتونه مورد انتقاد قرار بگیره، مورد بررسی های بعدی و میتونه رد بشه. مرسی از نکته‌ای که اشاره کردید. دوستان نکته دیگه ای هست که بخوان بهش اشاره بکنن؟
اون 3 تا متجاوز بودن. بله، حتی اگر ما ندانیم که اونها جزو افراد مثلا گروه توماس وین بودن، رفتارشون متعرض بود و یک اتفاقی افتاد. خشم یه جایی بیشتر اضافه شد که توماس وین اومد توجیه کرد و گفت همه افرادی که برای ما کار میکنن، همه کارمندان ما در گذشته و حال جزو خانواده ما محسوب میشن، ما و اونا. اصلا توماس وین این دوگانه‌ای که ایجاد کرد بین مردم، خودش یه خشم بزرگ رو در چیز ایجاد کرد، چون مادر آرتور کسی بود که جزو اون خانواده بود دیگه طبق این تعریف، ولی عملاً داشت مورد کنار گذاشته شدن بیشتر قرار می‌گرفت. دوستان اگر نکته‌ای هست میشنوید. منم میتونم به این اشاره بکنم. ببخشید بفرمایید، شما بفرمایید. من خیلی بگو صحبت کردم. زینب، من زینب یادم بگو، میمونه. زینب بگو. ببخشید. میخواستم در پی حرفای خانم دکتر اینم اضافه بکنم که اصلا یه جا اشاره میشه که تامس وین یه قشری از جامعه رو در واقع دلقک حتی خطاب میکنه و ما دوباره این دو دستگی رو که توسط تامس وین اجرا میشه و حتی قابل قبول خیلیا قرار میگیره میبینیمش. دقیقاً همینطوره آقای جهانگیر. خیلی از مکتب‌های تفکری و اندیشه‌ای بچه‌ها، خیلی راحت بگم، بر حسب توهینی که دیگران بهشون میکنن نام خودشون رو میگیرن. مثلا آنارشی، مثل فرمالیست، اینا توهینه. مثلا اینا که دیگه فرمالیستن. بعد خود اینا اینقدر هوشیارن که میان اون واژه فرمالیست میگیرن میذارن رو خودشون. نگاه کنید توماس وین به مردم میگه هیچی. اول که میاد خودش رو جز متجاوزین قرار میده، ما، خانواده ما. این خیلی مهمه. بعد به اونا میگه هیچی و دلغک. و این هیچی و دلغک نگاه کنید در تمام شهر پر از زباله است. صحنه کتک خوردن این بین زباله هاست. صحنه‌ای که پناه میبره تو زباله ها پناه میبره. دقت کنید، به سکانس ها رو ببینید. از درون زباله ها بلند میشن، از درون شورش زباله ها بلند میشن. اینا زباله هان، اینا اون صداهایی هن که مثل گری شنیده نمیشن و شنیدنی نیستن. یادتان باشه یه مفهومی ما در پسا مدرن داریم، اون جایی که نقد میکنه مدرنیت رو، به نام ریزیوم. ریزیوم اون صداهاییه که اصلا بیارزشه. بابا این بچه ها دارن صحبت میکنن، این جوون ها دارن صحبت میکنن، اصلا رپخانی میکنن. آقا موسیقی باید جنتلمن باشه، موسیقی باید با کلاس باشه، پاپ باشه، نمیم فلان باشه، کلاسیک باشه، سنتگره باشه. بعد رپ میخواد شنیده بشه. چجوری میخواد شنیده بشه؟ با کمترین امکانات تو زیر زمین، نمیدونم، اصلا با ضبطای افتضاح، ولی شنیده میشه. این ریزیوم، این گفتگوهای بین گفتگوها، این صداهای ریزی که وجود داره. و جالبه بدانید که ریزیوم مفهوم خودشو از بی‌ارزش گرفته. یعنی چی جوری؟ یعنی که بچه ها، درخت ریشه داره، ریشه های آب، این همون شکل بیرونی درخت رو که میبینید توی زمین هم ببینیدش. یه دونه ریشه اصلی داره که قدرت بر اون استواره، درخت بر اون استواره، باد و نمیدونم طوفان و اینا نمیتونه زمینش بزنه. یه ریشه هایی داره مال غذا بچه ها، این شکلیه. نگاه کنید شاخه‌های درخت این شکلیه. خب یه ریشه های دیگه ای داره که اصلا ما به حسابشون نمیاریم، بهشون میگیم ریزیوم. و جالبه بچه ها، ریزیوم اون بخش از درخته که وقتی که درخت حتی میمیرم اینا زنده میمونن. ریشه های ریزیوم. ریشه های ریزیوم کارشون چیه؟ ریشه های ریزیوم کارشون ارتباط بین درخت با تمام حوزه اطرافشه. یعنی اگر آتیش بگیره جنگل در 100 کیلومتری، ریزیوم ها با سلسله عصبی که در جنگل ایجاد میکنن، اون اکوسیستم هوشمند، 100 کیلومتر اونورتر مردم جنگل میفهمه که داره آتیش میاد سمتش، باران داره میاد سمتش.
ریزیوم ها صداهای ناخواسته اند در بین ماها، صداهایی که اصلا اعتبار ندارن. آقا دقت کنید به روش خود جوکر. چرا باید اون چیزهایی که شما میگید ما بهش بخندیم؟ بعد میاد میگه خب تو بگو، ادای امروزی بودن در میاره، تو بگو، تو جوکر خودت بگو. بعد وقتی شروع میکنه میخواد بگه، میگه کتابم داره، تمسخرش میکنه. کتابم داره، کتابی که هیچ وقت منتشر نشد. بعد جوکی که میگه چیه؟ تق تق. ببین این ریزیومه، صداهایی که بی اعتباره، بی ارزشه. تق تق چیه؟ هم صدای اسلحه هست، هم صدای در زدنه. داره میگه که حواستون باشه، داره در جدید باز میشه، یه چیز جدیدی داره اتفاق میفته، یه چیزی که تا حالا ممکن بود برای شما خنده‌دار نباشه. در اجرایی که روی سم میکنم همین اتفاق میفته بچه‌ها. اونجا طرف که رفته اون رو اون سن اجرا میکنه که بعدن همونو میگیرن تو برنامه موری مسخرش میکنن. نگاه کنید وقتی صحبت میکنه همه مردم میخندن، ولی جوکر ساکته. آرتور، جوکر هنوز نشده، آرتور ساکته، دلقک ساکته. بعد جالبه میره بالای سن اجرا کنه اون چیزایی که میخندونه خودشو، دیگران همه ساکتن. چرا؟ چون اونا یاد گرفتن به چیزهایی بخندن یا از چیزهایی خنده دار بشن، هپی بشن، همون اصطلاحی که مادره در حق این به کار برد، که چی؟ از قبل تعیین شده باشه. بر همین یه جوان با اون گرایش های ضد مدرن میگه آقا کی گفته که جوامع مثلا مدگرا، مدلینگ، نمیدونم فلان میتونن مد من پیش تعیین کنن؟ من میام این سر زانوی شلوارم رو جر میدم و این میشه مد من. کی گفته که نمیدونم سویه های جنتلمنانه، کت، شلوار، کراوات؟ من میام، من مرد تو گوشم یه دونه گوشواره میندازم. آقا قرار تو گوش گوشواره بندازی، من دختر میام توی دماغم و خیلی جای دیگه یه چیزایی میکنم. خب ببینی این رفتارهای ریزیومیه که میخواد دیده بشه و سعی میکنه. یه فاصله، یه دگمه دیگه هم بهتون بدم. یه دگمه گفتم در مورد اون قطعها، هر جایی که یه کشتن اتفاق میفته بچه وارد یه توهم جدید یا پروسه جدید یا رفتن به یه نردبان دیگه ای شده. یه نکته در مورد خنده های اینه که خانم جهانی هم اشاره کردن، هیچ سیری که میخوام بگم که بچه ها یه توجهی کنید، یه دگمه خیلی بزرگی از غیر خنده هاش. حالا درسته من راجع به خنده ها خاطرات خودم رو نمیگم، در مورد یه عزیزی که خیلی دوستش دارم که خنده ها به اصطلاح چی هستن، ولی بچه ها حواستون به یه چیز دیگه باشه، رقص هاش کجا میرقصه خیلی مهمه، خیلی مهمه. خنده ها رو ول کنید که مثلا غیر ارادیه، بر اثر تصادفی یا بیماری خوشمون کارتو داره. اونجایی که میرقصه رو دقت کنید، اونا هم دگمه‌ایه، اونا هم ورود به یه مرحله دیگه است. ممنون شما. دقیقاً که کجاها میرقصه، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا جا میرقصه و 2 تا جایی که خودش قتل انجام داد رو نرقصید. من برای همین راجع به این خیلی مانور ندادم، چون نتونستم خیلی ارتباط رو برقرار کنم. بعد از به قتل رسوندن مادرش نرقصید، ولی نه، رقص ها پیروزیاشه، رقص ها قتل هاش یا نیست. خیلی ورود دقت به کن. پیروزی هاشه. آره، چون پروسه همکارش رو هم کشت چیز نردبانیشه. نکرد. آره پروسه نردبانیشه، رفتن به یه مقام دیگر. آره دقیقاً. مرسی این کلمه رو نمیتونستم پیدا بکنم. دقیقاً. زینب عزیز میشنویم و بعد خانم دکتر هادی. من میخواستم به رقصاش اشاره بکنم اتفاقا، و الان که آقای جهانگیری اشاره کردم به این پروسه نردبانی، من حالا شاید دارم اشتباه میگم، ولی اگه دقت کرده باشین خب توی مترو بود دیگه اولین قتل که انجام میده، از پله بالا میره. اون پروسه نردبانی حتی بصری هم بهمون یه جورایی گفته میشه و به نمایش در میاد و بعد حالا میره فرار میکنه، یه جا پناه میگیره و بعد میرقصه.
یه تیک دیگه ای هم که من در مورد آرتور متوجه شدم، لحظاتی بود که پاشو تکون میداد و خیلی به صورت اگریسیو تور و خیلی قابل مشاهده تکونشون میداد. چقدر مثلا تعداد سیگار کشیدناش حتی میرفت بالا گاهی اوقات توی شرایط خاصی. همیشه موقعی که تراپی داشت سیگار میکشید، پاشو داشت تکون میداد. یه ذره گناه داشت، ولی چیزی که میخوام بهش برسم اینه که این بنده خدا به نظر من فقط یه بغل نیاز داشت و اگه از یه فرد درستی زمان درستی بغل دریافت میکرد و عشق دریافت میکرد، کار به اینجاها نمیکشید. حقیقتش رو بخواید آره، باید از خانم عادی بپرسید. خانم عادی عزیز. حالا اون گفتگوی زینب میذارم کنار، به صورت همون پرسش یا سوال بمانه اینکه چه اتفاقی قرار بیفته. آقای جهانگیری به یه ترانه اشاره کردن که اعتراضی بود و اول فیلم پخش شد. من یادی کنم از ترانه‌ای که طبعا آخرای فیلم پخش میشه و من خیلی کنجکاو شدم که اون ترانه رو در بیارم و مرتب تو اون ترانه میگه That's life، این زندگیه، و بعد وارد جزئیاتش میشه و بعد به مرگ میرسه و اینکه چجوری میخوام زندگی کنم و بعد رفتم توی یوتیوب ویدئوی این آهنگو پیدا کردم و متوجه شدم که جوکر بخشی از رقص‌هاش رو از روی این خواننده داره اجرا میکنه و اسپویل کردی منو. و اینکه آره، و یه تیکش هم از خود مورفی گرفته دیگه، وقتی موقع اجرا میخواد وارد بشه اون شویی که اجرا میکنه و نحوه ورودشونه، این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کرده بود و از توش رقص خودش رو در آورده بود. و برخلاف اون رقص اعتراضی که اون اول میکنه و بیشتر حرکت پا هست و اون ضربه‌ای که پرت میکنه به هوا روی پله ها، اون رقص آخر بیشتر چرخشیه و بیشتر حالت گشایش داره، انگار دستا باز میشه به سمت بالا و اینا و انگار مثلا به یه چیزی رسیده. اینو گفتم اضافه کنم. مرسی، ممنون. احسان عزیز میخوان نکته‌ای رو داشته باشن و بعد اگر ما بتونیم تا 10 دقیقه آینده جلسه رو جمع کنیم که خیلی عالی خواهد بود. میشنویم. البته که خب بحث راجع به فیلم مسلماً همچنان ادامه خواهد داشت. من یه برداشت شخصی خودم رو از رقص ها بگم و امیدوارم فوشم ندی. رقص ها برای من نماد وقاحت بود. هرچه جلوتر میرفت وقیح تر میشد و وقیحانه تر میرقصید. من یه جمله رو توی سریال گیم آف ترونز شنیدم که اون کوتولهه به اون جان اسنو میگفتش که نقطه ضعفاتو مثل زره تنت کن، اینجوری کسی نمیتونه بهت آسیب برسونه. و به نظر من این خودش در واقع اصلا نماد وقیح بودنه که خیلی ها در طول تاریخ ازش استفاده کردن و استفاده هم میکنن همچنان و چی میگن زرهی میشه رو تنشون دیگه. واسه من اون رقص ها واقعا نماد وقیح بودنش بود و هرچی که جلوتر میرفت نقص هاشو میپذیرفت، مثل زره تنش میکرد و هر درجه وقیح تر میشد. یا شاید رهاتر. زینب عزیز. من میخواستم یه مخالفت خیلی کوچولویی بکنم باهاتون، در واقع جسارته، اما میخواستم اینو بگم که دکتر نیست، نمیدونم، ببخشید، آقای جهانگیری در واقع اشاره کردن بهش، گفته بودن که مثلا یه سری القابی رو که به عنوان توهین اول به شخص نسبت داده میشه، اون شخص یا اون بخش از جامعه زرنگی میکنه همون لقب رو به عنوان اسمی که خودش رو باهاش بتونه معرفی بکنه انتخابش میکنه. برای همین احساس میکنم اینکه حالا اون نقل قولی که از گیم آف ترونز هم کردیم، در واقع فکر کنم اینجا هم یه ذره نقش میگیره که دقیقاً کاراکتر آرتور هم همین کارو کرد. موری جوکر خطابش کرد به تمسخر و بعد وقتی که اینا با هم دیگه دیدار داشتن، آرتور بهش گفتش که میشه منو تحت عنوان جوکر معرفی بکنی؟ اون میگه جوکر چیه، قضیه چیه؟ میگه یادت نیست منو با این عنوان معرفی کردی، من میخوام با این عنوان معروف و شناخته بشن. و احساس میکنم آره این نکته که گفتین ضعف خودش رو پذیرفت، ولی به عنوان به اصطلاح خودتون زره پوشیدش
و دیدیم زره تقریبا خیلی خفنی هم بود، راستشو بخوایم خیلی تونست ناگواری به بار بیاره اون زره. مرسی، ممنون. دوستان، یک صحنه توی فیلم بود زمانی که آرتور میره جلوی خونه توماس وین و به اصطلاح اون برادر رو میبینه که فکر میکنه برادرشه. بعد از درگیری که با نگهبان پیدا میکنه، وقتی چشم تو چشم میشه با پسر توماس وین، فرار میکنه. نمیدونم اون صحنه رو دقت کردید یا نه. برای من خیلی تداعی این روش، انگار با خودش داره روبرو میشه و از خودش داره فرار میکنه. نمیدونم دوستان اگر این صحنه رو دیدن، اگر نظری راجع به این صحنه دارن. یک صحنه دیگه توی فیلم بود برای من خیلی جلب توجه کرد. زمانی که مردم دارن با چهره‌های همراه با نقاب و ماسک دلغک دارن اعتراض میکنن، آرتور تنها فردی بود، یکی از معدود افرادی بود که نقاب نداشت. همه اون نقش دلغک رو پذیرفتن و اون نقاب رو زدن. خود این که شروع کننده به اصطلاح این جنبش بود، فردی بود که بدون اون ماسک در بین مردم داشت ظاهر میشد. اگر صحنه‌ای یا نکته‌ای در این موارد یا اگر صحنه دیگه‌ای هست که براتون جلب توجه کرده، میتونیم کوتاه راجع بهش صحبت داشته باشیم. خیلی کوتاه باید گفت. اول فیلمم گفتم خدمتتون و اونم اینه: جوکر اولین سری فیلمه که آمده بر مبنای یک کامیک بوک شکل گرفته، اما ضد کامیک بوکه. یعنی ببینید از ابتدا شما تمام کامیک بوک ها رو نگاه کنید، جوکر نوعی اعتراضه. اگر به نوعی کل سینمای هالیوود رو بیایم در یه جا بذاریم، ژانر وحشت یه نوع اعتراض به سینمای هالیووده، به کل چیز هالیووده. جوکر از ابتدا برخلاف کامیک بوک ها بر کمدی سیاه تکیه میکنه و خیلی از جای فیلم جوکر رو ما میتونیم به عنوان ابزورد طبقه بندی کنیم. این از این جهت مهمه. برای همین شما یه فاصله گذاری بدون اینکه بخواید، ناچاری به شکل زینبی، یه فاصله گذاری شما خواهید داشت و برای همینه که خیلی از شماها با جوکر همراهی میکنید، همدلی میکنید و خیلی از شماها هم جلوش میستید به خاطر اینکه او به سمت چیزی ممکنه ما رو ببره که مثلا من بگم که خدا رو شکر اسلحه دست زینب نیست. خدا رو شکر، واقعا من هم همراهی میکنم باتون. دوستان یه چیزی رو اشاره کنم بهش، چون واژه جوکره برای من خیلی من رو برد به سمت مفاهیم دیگه‌ای که با جوکر همراهی میکنه. کتابی هست به نام راز فال ورق که یکی از شخصیت‌های اصلیش جوکره و اصلا این مفهوم رو نداره تو خودش که بخواد مثلا نمادی از اعتراض اجتماعی اینها باشه. به نوعی فرد آگاه به زندگی، فرد آگاه و گرداننده بازیه. توصیه میکنم برای اینکه نگاه دیگری به مفهوم جوکر داشته باشید به این کتاب هم یه سر بزنید. و یک چیز دیگر هم و فیلم وی فور وندتا که آقای جهانگیری بهش اشاره کردن رو حتما توصیه میکنم ببینید، فوق العاده است به نظرم. زینب عزیز و بعد آقای جهانگیری، دوستان نمیدونم در بینمون شاعر دیگه حضور داشته باشه یا نه، بعید میدونم. جلسه رو رسم و آیینمون رو به نظرم که فراموش نکنیم. زینب عزیز میشنویم. میخواستم خیلی کوتاه به این اشاره بکنم که حتی توی ورقا هم دقت بکنی جوکر توی دسته مثلا اعداد که قرار نمیگیره، بین مثلا شاه و سرباز و ملکه هم قرار نمیگیره، یه دسته کاملا جداگونه واسه خودش داره. اکثر مواقع هم اگر دقت کرده باشین کنار گذاشته میشه، حتی توی ورق هم ما صدای جوکر رو نمیشنویم، حسابش نمی کنیم، ولی توی خیلی جاها هم اتفاقا مثلا اگه جوکر مثلا دستت بیفته یا خیلی به قول شما مثلا فرد گرداننده بازی میشی، یا که حالا مثلا همه بدبختی ها و هرچی مثلا چه تنبیهی چیزی باشه سر تو میفته به خاطر اون جوکره. ولی اینو الان خیلی من دوست داشتم که اشاره کردیم بهش توی ورق هم حتی.
مرسی از شما. دوستان نکته دیگه‌ای هست به عنوان نکته پایانی جلسه داشته باشیم یا بریم سراغ آقای جهانگیری و یک شعرخوانی برامون داشته باشیم؟ میشه من بگم دیوانه تو دیوانه بیند خوشش آید؟ یه همچی چیزی بود شعره، ولی خب آره اون لطفاً. آقای جهانگیری عزیز. سنت خوبی نیست که بخوایم با شعرخوانی تمام کنیم. حالا درسته هنر پایه ایرانه ولی سنت خوبی نیست. الان امشب من نام کتاب‌های خوبی را از دهن بچه‌ها شنیدم، نام فیلم‌های خوبی را از دهن بچه‌ها شنیدم. خیلی لذت بخش بود برام که تو این جمع هستم. بچه‌هایی که خوب خواندن، خوب دیدن و خوب تماشا کردن. خیلی عالیه، خیلی عالیه. مثلا وقتی میگی گیم آف ترون یا مثلا لورد آف رینگ، اصلا کاملا فیلمایی که استوار بر اندیشه های مدرن. اتفاقا نگاه کنید در همون گیم آف ترون، یکی از یأس هایی که من دچارش شدم این بود که در پایان به هر شکل بازم یه آریستوکراسی رو نشان داد، یعنی پیروزی با آریستوکراسی بود. این خوش خیلی طنز تلخی بود و اون همه مبارزاتی که کردن بازم طبقه اشراف آمدن و تصمیم گرفتن پادشاه آینده کی باشه. خیلی تلخه واقعا. نگاه میکنم این جنبه سیطره تفکر هالیوودی انگاری دست از سر هیچ کس نمیخواد برداره. جوکر از این جهت خیلی قابل احترامه. چرا؟ چون نگاه کنید بچه ها، در تمام پروسه هالیوودی یه نفر اون دفعه هم در آواتار گفتم یه چشم آبی موبور میاد همه رو نجات میده، یا همون آمریکاییه که مثلا خودش باعث ویرانی شده میاد حالا کمک میکنه ویرانی جاش بگه. نگاه کنید در تمام این فیلم های هالیوودی نجات دهنده دنیا رو داره نجات میده آخر. و در کمیک بوک ها متاسفانه این خیلی زیاده، خیلی زیاده. جوکر ضد ایناست، اتفاقا ضد ایناست، ضد این نگاه کمیک بوکی، نگاه هالیوودی. حالا گفتی شعر، با ما همراه باشید در مرکز مشاوره روانکاوی پرندگان. از روانشناسای جمع معذرت میخوام، برش نگاه شاعره دیگه. با ما همراه باشید در مرکز مشاوره روانکاوی پرندگان. میخواهم به شما بگویم وازکتومی بزها ربطی به افسردگی ندارد و گرازها. وای سرسام میگیرم از نرخ تورم لجن، سرسام میگیرم در این لامبورگینی. و با اینکه گرازها پرنده نیستن باز هم میتوانید با ما همراه باشید. شما کافیست هر روز صبح صرفها را ناز کنید و حافظ بخوانید، چشم ابروی دخترتان سیاه خواهد شد. مثل مسواک که مرا کسی ندیده وسط فیلم آنجلوپولوس. قلب بزنید در گوش و کنار این شهر، قلب بزنید بر روی این همه متورم و مرکز روانشناسی ما یادتان نرفت. مرسی از همراهی همه دوستان و عزیزان. خیلی جلسه خوبی بود. مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم. شب همگی خوش. شب همگی بخیر. شبتون بخیر.